سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیز. امروز در خدمتتون هستم با آموزش قیمه و شکرپلو بوشهری. قیمه ما کلا با قیمه شهرهای دیگه ایران فرق داره. ما گوشت را جدا میپزیم و با گوشتکوب دستی له میکنیم و لپه هم جدا با سیب زمینی میپزیم و اونم باید با گوشتکوب له بشه. حالا مواد لازم برای قیمه بوشهری رو خدمتتون عرض میکنم. 600 گرم گوشت گوساله بدون چربی به همون اندازه، یعنی 600 گرم هم لپه محلی که لپه باید 1 ساعت خیس بخوره و چند بار شسته بشه تا پوستش جدا بشه. 2 تا سیب زمینی و 4 تا پیاز کوچیک که شما میتونید از یه پیاز بزرگ یا 2 تا پیاز متوسط استفاده کنید. 1 قاشق رب گوجه فرنگی. ادویه‌جاتمون هم شامل ادویه خورش 1 قاشق مربا خوری، زیره سیاه 1 قاشق مربا خوری، زردچوبه 1 قاشق مربا خوری، دارچین 1 قاشق چای خوری، فلفل سیاه 1 قاشق چای خوری. گوشتامون رو خوب میشوریم. و میذاریم داخل دیگ زودپز به مدت 1 ساعت بپزه. دارچین چند تا برگ بو هم میندازیم برای بوی زهمش. دو تا سیب زمینی که گفتیم و میذاریم تو دیگ با لپمون که خوب پوستش باید گرفته بشه، جدا بشه ازش. چندین بار آبش رو خالی کردم تا پوستش جدا بشه. حالا لپه ها میزم تو دیگ. برگ بو و چوب دارچین هم میریزم. بازم داخلش انداختم و حالا روشنش میکنم تا بپزه. پیاز دیگانی توی دستگاه این بریزم. دستگاه چه؟ رنده من غذاساز نداری که. ما اصلا غذاساز من نمی‌کنم. پیاز تفت میدیم خوب تا رنگش طلایی بشه. حالا پیازمون خوب تفت خورده، ادویجات رو همه اضافه میکنیم. ربمون هم اضافه میکنیم و تفت. حالا گوشت و لپه که خوب کوبیدیم بهش اضافه میکنیم. حالا مواد که ریختیم خوب تفت میدیم. بعد گوشت لپمون که له شده خوب تفت بخوره تو ادویجات. حالا مقداری از آب گوشتمون
به مواد اضافه میکنیم که نه آبکی زیاد بشه و نه خیلی غلیظ باشه. در این حد که نه آبکی خیلی نه غلیظ. الان باید بذاریم تا خوب دم بکشه. بعد در آخر کار زعفرون آب شده و نمک و مقداری آب لیمو، 2 تا قاشق غذاخوری آب لیمو بهش اضافه. گلاب و زعفرون رو به غذا اضافه میکنیم. آب لیمو رو اضافه میکنیم و نمک. دیگه 10 دقیقه دیگه بپزه تموم. دم بکشه در واقع. برای شکر پلومون برنج رو اول تو آب پختیم، دون گرفتیم چون شفته میشه اگه نرم باشه. شکر رو اضافه میکنیم و قاطی میکنیم. حالا زعفرون و گلاب که با هم قاطی کردیم و بهش اضافه میکنیم. روغن گذاشتیم داغ شده، به شکر پلومون رو بهش اضافه میکنیم. یه گلاب و زعفرونمون وقتی که بخار کرد برنجمون کم کم بهش اضافه میکنیم. قیمه و شکرپلوی ما آماده شد. امیدوارم که شما هم درست کنین و مورد پسندتون واقع بشه. ممنون میشم اگه کانال منو سابسکرایب کنید و اگه آموزش مورد پسندتون بود لایک کنید.